مردان و زنان سراینده معاونان شیطان هستند. با این همی خیلی نوارهاشان در جامعه بی حیایی را پهن میکنند که عاقبتش خیلی خطرناک است. با همین خیلی سراینده ها یک سوال: شما با همین خیلی نوارهاتان چی را میخواهید به مردم نشان دهید؟ پیشروی دولت و ملت اشتباه میکنه. زنا و فحشا را شما در جامعه پهن میکنه که عاقبت غضب پروردگار بر بالای مردم می آید. مگر شما مسلمانیتون فراموش کرده؟ نوارهای شما سراسر همه ترغیبات زنا و فحشا است. همین دختری که در بالای پستل در آغوش تو پدر یا برادر داره، ای دختر، مردهای خانواده شما مردیان که تو را از این خیل بی حیایی منع کردن. ای نوجوان مرد، همین کاری که با همین دختر میکنی، در پوبلیک او را به آغوش میگیری، یگان مردی سراینده با دختر یا خواهری تو انجام تیه میفورد؟ اگر بگویی که این همسر مای، پس دیوسی و بیغیرتی تا رکلام داری. همین نسل جوان از شما چه عبرت بگیره؟ مگر آغوش گرفتن یک زنی بیگانه برای شما حلال است؟ کجا شد غیرت و ناموس مسلمانیتان؟ وای بر حال شما سرایندگان که به حیایی را در جامعه پهن می کنید. پس انتظار عذاب الله باشید.